ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامه کی کنم باز. میگوید برنده یک برنامه تلویزیونی که مهمان اون یک مرد ثروتمند بود، این سوال را از او پرسید: بیشترین چیزی که شما را خوشبخت کرد چی بود؟ مرد ثروتمند چنین پاسخ داد: 4 مرحله را طی کردم تا مزه حقیقی خوشبختی را چشیدم. گوش بیندازید دوستان عزیزم که این 4 مرحله که مرد ثروتمند در زندگی طی کرد، این مرحله ها چی بودن و کدام این شیرین ترین مرحله او برای او بود. در مرحله اول فکر میکردم خوشبختی در جمع آوردن ثروت و مال است، اما این چنین نبود. در مرحله دوم چنین فکر میکردم که خوشبختی در جمع آوری چیزهای کمیاب و ارزشمند می باشد، ولی تأثیر این چیزهایی که نام بردم موقتی بود. در مرحله سوم با خود فکر کردم که خوشبختی در به دست آوردن پروژه های بزرگ مانند خریدن یک مکان خرسندی، مانند پارک یا زوپ دیگر جاهایی که مردم بیاند و در آنجا خرسندی کنند و غیره ها باشد، اما باز هم این طور که فکر میکردم نبود. در مرحله چهارم یکی از دوستانم پیشنهادی به من داد. پیشنهاد این بود که برای جمع از کودکان معیوب عربه های دوچرخه مخصوص خریده شود و من هم به یگان رد کردن این پیشنهاد را قبول کردم. اما دوستم اصرار کرد با او به جمع کودکان رفته و این هدیه ها را خود تقدیم آنان کنم. وقتی که به جمعشان رفتن و هدیه ها را به آنان خود تحفه کردم، خوشحالی که در صورت آنها پنهان بود وقتی که می دیدم واقعا خوشحال شدم. کودکان در عربه های معیوبی خود نشسته، خنده در لبانشان بود. بسیار با هم خرسندی می کردند و بازی می کردند. این واقعا لحظه شیرین ترین حیات بود. اما دوام قصه را گوش کنید دوستان عزیزم. این مردی ثروتمند چی میگوید؟ سخن حقیقی، سخن تأثیر بخش اینجاست دوستان عزیزم. میگوید اما آن چیزی که طعم حقیقی خوشبختی را با آن حس کردم چیزی دیگری بود. هنگامی که قصد رفتن داشتم، یکی از کودکان آمد و پایم را خوب در بغل گرفت. کوشش کردم پای خود را با مهربانی از دستانش جدا کنم، اما او در حالی که با چشمانش به شدت به صورتم خیره شده بود این اجازه را به من نمیداد. خود را خم کردم و خیلی آرام از او پرسیدم: آیا قبل از رفتن درخواستی از من داری؟ این جوابش همان چیزی بود که معنای حقیقی خوشبختی را با آن فهمیدم. کودک چی جواب داد؟ کودک معیوب. او گفت: میخواهم چهره ات را خوب به یاد داشته باشم. ببینید دوستان، اون طفلک معیوب به نظر به سوی مرد ثروتمند کرد و گفت: میخواهم چهره ات را خوب به یاد داشته باشم. به چه خاطر؟ تا در لحظه های ملاقات در بهشت شما را بشناسم، در آن هنگام نزد پروردگار دوباره از شما تشکر کنم. بله دوستان عزیزم، اینک رسیدیم به پایان قصه. واقعا میگویند دل به دست آور که حج اکبر است،
از هزاران کعبه یک دل بهتر است. دستگیر همدیگر باشیم با سخنان زیبا. اگر ثروت نداری با سخن زیبا، با تبسم دل یک برادر، دل یک یتیم، دل یک معیوب را به دست بیاور. و السلام علیکم و رحمت